عید قربان در تاجیکستان روز 20 ایول تجلیل خواهد شد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 11 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ماهشماری اسلامی عید قربان روز 20 ایول فرا میرسد. او گفت روز 13 ایول در جلسه شورای علمای کشور با مشخصات روز عید را رسما اعلام خواهند کرد. امروز در تمام عالم اسلام روز 1 ماه ذوالحجه است. اگر امروز 1 ذوالحجه است پس حتما روز 20 ایول روز عید قربان است، گفت مفتی تاجیکستان. سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بدون نماز دستجمعی برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دستجمعانه در عید رمضان در 13 ماه می امسال مقامات اجازه داده بودند. اون زمان گفته میشد که در کشور کرونا ویروس نیست و حالا به گفته ساکنان و مقامات سرایت به کرونا ویروس در کشور افزایش یافته است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که برای برگزاری نماز دستجمعی عید قربان منتظر توصیه استادی مقابله با کرونا ویروس هستند. حالا یگان قرار نیست با رعایت قاعده‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی و رعایت تاکیدهای وزارت تندرستی در مسجدها نمازها برگزار شده ایستاده است. حالا درباره برگزاری عید قربان از وزارت خبری دسترس نکردیم. مبادا خدای نکرده اگر وزارت تندرستی گوید که خطر است و دستجمعانه برگزار نکنید، ما همچون مسلمان گفته متخصص ساحه را به نظر میگیریم، افزود او. وزارت تندرستی روز گذشته اعلام کرد که 43 مورد صورت ساکنان به کرونا ویروس را ثبت کرده است و 2 نفر گرفتار به این ویروس افتادند. و گفته این وزارت از آغاز پاندمی 102 نفر پس از سرایت به این ویروس به هلاکت رسیدند. آماری که کارشناسان به آن باور ندارند و آمار واقعی را به مراتب بیشتر میدانند.